روز 24 سپتامبر سال 2022 در جماعت به نام کبوت سیفالدینوف نویه 5 زاده این دیار قمرالدین نجم‌الدینوف را به خاک سپردند. قمرالدین که 29 سال و یک فرزند داشت در جریان مناقشه هفته گذشته در مرز با قرقیزستان جراحت وزنین برداشته بود، ولی متاسفانه طبیبان نتوانستند او را از چنگ مرگ نجات دهند. این جوان تاجیک روز 23 سپتامبر در بیمارستان جان داد. ژورنالیست تاجیک سلیمان سلطانوف خبر داد که در مراسم وداع و دفن قمرالدین نجم‌الدینوف معاون رئیس ولایت ختلان اکرم سلیمانزاده و رئیس نویه 5 شایان ظریف خوجا نیز اشتراک کردند. در مراسم وداع معاون رئیس ولایت اکرم سلیمانزاده سخنرانی کرده به اهل بیت این سرباز شهید تسلیت عمیق بیان کرده است. سلیمان سلطانوف می نویسد تضاد زندگی رو بینید که وقتی که این قهرمان وطن را به خاک می سپارند، اویلش برای تولد فرزند دوم در بیمارخانه قرار داشته است. درگیری‌های مسلحانه 14 سپتامبر در مرز تاجیکستان با قرقیزستان از هر دو طرف بیش از 130 کشته به جا گذاشت. تاجیکستان تا کنون رسما هلاکت 41 نفر را تصدیق کرده است، ولی روی خطای غیر رسمی از هلاکت دست کم 75 نفر از جانب تاجیکستان خبر می‌دهند. وزارت تندرستی قرقیزستان که قبلا هلاکت 59 نفر را تصدیق کرده بود، روز 24 سپتامبر مرگ با 3 نفر را تصدیق کرد و به این ترتیب شماره کشته شدگان از طرف قرقیزستان به 62 نفر و شماره زخمیان به حدود 200 نفر رسیده است. متاسفانه در بین قربانیان ساکنان ملکی از جمله زنان و کودکان نیز زیادند.